شهر خوبان است و دارالمؤمنین، شهر درویشان و ارباب یقین، شهر زریاب است و مردان خدا، چون خویی پیر حقیقت آشنا، شهر واقف ها و تائب هاست خوی، شهر سالک ها و صاحب هاست خوی، بزم مستان است و خیل اولیا، ساقی مجلس حقیر است و فنا، مظهر و دانش به لبها این نشید، ای گروه همدلان خوش آمدید. در مدتی بسیار کوتاه تمام این شهر بر محور منار شمس تبریزی چون پروانه می‌گردند، خدا رو شاکرم. من فکر میکنم برای اینکه شمس تبریزی و مولانا برای همه ایرانی‌ها اینقدر اهمیت عمیقی داره، عرفانی، شاعرانه، معنوی، تصمیم گیری در مورد که چطور بتونیم یک معماری یا فضاسازی به وجود بیاریم، من فکرم بسیار بسیار مشکله. میخوایم که آن چیزی انتخاب بشه برای این پروژه که راستی در جهان اگر نگاه بکنن لیاقت هنر ایرانی در این باشه. این خیلی مهم. دویست و 240 تا ما
پروژه رو دریافت کردیم. ضمناً ما برای این پروژه 9 تا عضو ژوری داشتیم، عضو هیئت داوری داشتیم که اینم خودش نشون میده که خب این چقدر موضوع مهم بوده. هیئت داوری بالاخره این تصمیم رو گرفت که 6 تا رو به عنوان طرح منتخب برتر اعلام بکنه.